بله. بهتون تبریک میگم آقا، بالاخره پیتزای شما رسید در خونه. قربان دستت، من عاشق پیتزام. نوشابم کوپ است. کدوم نوشابه؟ نوشابه دیگه، نوشابه رژیمی. من فقط نوشابه رژیمی دوست دارم. ولی شما سفارش ندادین. این پیتزا بدون نوشابه چطوری از روی من پایین بره؟ آخه ولی اینطوری به مشتریاتون احترام میذارید؟ من اصلا این پیتزا رو نمیخوام. برو بیدیم بابا. من به اون یکی همکارتم گفتم این پیتزا رو نمیخوام، پولشم نمیدم. بس بهتره بکوبمش تو کلت.